خوبه؟ چوک بلوچانی و چوک بلوچانی می ترسد لرزی می بیمار جکسی ما کوهی چوکن ما گلودن چیانی ما چوکن بلوچانی ما چوکن ما دیو دار ما هونی ما یجلیم ما در دیو کشن ما دیو بیرانی ما چوکن بلوچانی ما چوکن بلوچانی ما کوه پسانی ما جامگی ما پنجگیم براتانی ما جلن بوانی ما چوکن بلوچانی ما چوکن بلوچانی میگوین ضرور که یک روچی میکن تاوان نبان هیچ وقت نازینگ میماسانی چوک بلوچانی ما چوک بلوچانی ما گیره شیر میتکر ما سیاهی زهمانی هون پیچید شوی چما ما قومی شیطانی ما چوکین بلوچانی ما چوکین بلوچانی ما ظلم فساد پوشن نه هم ظلمی ما چوکین بلوچانی چوکین بلوچانی چیکه حال روی چهارم اخباران و حالا گیم مغربی دانا ایران چه حال بیاگیم خوشگان بندگان گرگان وانی روی جمهوری اسلامی شاهی حالا شان خوشگان بندگان و روی چی عزیزان منتگیم که شهیدان اتفاق پشت پایانی توار بکنیم باقی دنیای تو ما معرفی کردیم ما بودن نه چیزی ولی ما ایش کنیم بدبختی عذاب یک مزنی جنوسایدی بگیمش بگیم چه بخشی چه بخشی چه شمالی ولی ما روشیمش سیاسی جاور روشی مغربی بلوچستان سرگم بگیدیم و امید این که یه مشبه دوار مشبه جهد برز ببین دنیا پیش کنید که چه هر روز چه حالی دوزا خوشم کنم یه جز بلوچه اصلا تابی نیستی بگر ببر با خوشحال یعنی ما قوتی نمان قوتی همی بردی حقوق و امید این که ما آیانی بلا ببینیم دنیای دوگاه بتونیم آیانی این ملک واسطه و حالات دنیا پیش داریم چی بیگین چی حال ادامه اولی سخن بود جناب واجه حبیب الله سربازی حبیب الله almost تمامی بلوچستان زانند واجه فعال بلوچی اول جو فعال کمپینگ فعال بلوچ توتی کار وتی جو بلوچستان توار ته واجه و راندا چه سازمان حمایت انتصابات اعتراضات بلوچستان اما صحابه واجه راندازی کتا که واجه مملکتوار حبیب الله که چه فعالانی که وتی شب و روز وتی تمام زندگی وتی تمام فعالیت اشتغالی واجه حبیب الله हमारा जो जनील जैन आज़ादी من تو بگوشم دیوانیه که
انتران گپا آنلاین چه 2000 تقریبا جا هم مصرف نبود. منو ارزشمندی که همچنین که ما این رو عزیزه گندگان با عزیزانی که ما را آنلاین دومی بلوچستان جاور باره که خبر میکنیم انچو کواجه اتاوله ها پیش چیزی که متوار میکنم زن ذاتی و همچو که جانا هم نوشته یه خبر بلوچستان ده یک مومنتی یک جنبشی هنو جست بوده که این جنبش و این موومنت جنین نام سرگهده یک جنینی عمری کمه برای دلاوری بازه آیی نام ماهو بلوچ من برای شرری سال واسطه دیماته ولی من چون ضرورت گندگان چون شیکه بعضی چه مشبه عزیزانی که هستن چه هر سیم بلوچستان گهتگن و مزنی زندی هم عمری هم آیان در ملکی تا بلکه لحتی چه چیزانی که بلوچستان تا این مدت تا گستگن بلکه میسش پش کردگن بلکه یشتره ولی لازمه که یک مشمارا لاسته وار چه پشتا چی است مغربی بلوچستان تا و مسئله چی بلوچستان جاور چی ملو چی گوشه گاین چی لوٹه گاین ایشی برای من اکسپلین کنم بچه 94 سال و 4 ماهه که بلوچستان بلوچ دستان ہے مغربی بلوچستان گجر دستان و گجر ایران 94 سال 4 ماه این مدت اتحاد 4 بار داینستی پهلوی داینستی اسلامی داینستی اشام هر 4 اینا پادشاه گوشون نامشان بدلی انتباتی جمهوری اسلامی ولی فقیه گوشن بله پادشاه مقام تو و این دسته چرا هر هستن درو آیانی واسطه جواب یه سالان انتها 94 سال و 4 ماه انتها بلوچ حال جاور میں مغربی پاکستان تا روز پر روز بدتر و بدتر اولی شاهی که یهته که بلوچستان کبسه کنک بود سال 1397 1928 میلادی مین کاری که آموده تو که کد بلوچ سردارانی پروشه بچه دوره تا بلوچی حساب کتاب سرداری بود تا نظام دوست محمد خانی جب کشت اعدام بود تهران برد جمعه خان اسماعیل زلی که رنج آیه قیامی کو علیه پهلوی ها آیه جد پداسته ها آیه اگزایل تبعید کنک بود رنج آیه پدا کوهک نیمه دا بلوچ سردارانی که هسته آیه چطور هرچی هسته یه اولی پهلوی دوره قبضه بلوچستان محکم کنه گایده و درستی بلوچانی که دردین بلوچستان شانش دوره خان پهلوی محمد رضا پهلوی دوره بلوچ نشنالیسم چیز باید آیام بلوچ نشنالیسمی که آیام بلوچ گوشه گفته خب من بلوچ سرزمین کپته دگران دسته و ما را جنگ بندگم نو حرکت آزادی خواهانه چیز یه دوره آیا نشنالیسم خلافه و جنگ خلافه باز جنگ کجا ما همین اندازه هم شما درست معلومه که
ذوالفقار علی بطری 1973 تا 1908 که جنگانی که ادار رستم به زنجوشان و خیربخشی گو پاکستان حکومت گوما یه دوره تا ایران گورنمنت محمد رضا خان پهلوی فول سپورت گورنمنت پاکستان داد که ایشان مردمان تیاره که نوکی چه آمریکای آین گفته گیتن و پاکستان از لحاظ نظامی چو زیادت که آیا بچید نقلیست طرف ترسید و شیشه چیست می و پایی جنگ واسطه مگه شد و مردمی کشتن یک واقعی تا بین 5000 آمار دیدن تا 9000 و لحظه تا 10000 هم کشتن هرچی هستی که بلوط کشا گیته و تا اینوال بوده و پورا محمد رضا خان پهلوی ایران دومی کاری که محمد رضا پهلوی شروع اکنومی و اقتصاد برای ایران سر باز کار ولی بلوچستان توتالی چه اکنومی دور کنه و چه اتحاد سیاسی هم دور کنه و هر پیم که منطقه چنه بلوچ وقتی مفادگار میکنه بجنه یعنی اولی دوره پهلوی چون سردارانش بجدن دومی دوره هم نشنالیسم دیمش که هم اکنومی دیمش که تو اتحادی هر برنج آیا خب حکومت رشد خمینی دوره جمهوری اسلامی دوره که ما آیا هم یک گوشم یک پادشاهی خمینی دوره اتحاد هم به نشنالیسم خلاف جنگ هم به اقتصاد اکنومی اتحاد خلاف بود و هم مذهب مثلا هم ادکان ظاهر بود بچی ایران تا نه آیا شیعه وقتی که سنی مخلاف هم دشمن کتابان تو یعنی این موضوعش جهت بود که بوشانتش چین اکستریمیست و سکیم تندروی مردم همین لحاظ ایشان مذهب خلاف هم و دی چه سرا جنگ گیش کو بلوچ سیچویشن سک خراب یعنی اگر بلوچ نشنالیسم مردم هم نه حتما که مذهبی مردمیت جتن تو گارتن تو کشتنش باقی تو خامنه‌ای چارت هر استپ بای استپ بدتر میان نه خامنه‌ای دور کیتی هم بلوچ نشنالیسم خلاف جنگ بی و هم اقتصاد و اکونومیک و هم اتحاد بلوچان کی سیچویشن که هستن خلاف هم جنگ بی مذهب خلاف جنگ بی و هم یک نوعی ییتی که آی زمین این بلوچستان خامنه‌ای دوره هنوز 33 ساله که خامنه‌ای حکومت سر ایران تا این 33 سالان تا خامنه‌ای 4 دانه حتی گوستان پنجمی یهتر است و این پرزیدنتی که یهتر چه خامنه‌ای که هم آی تا یکی استراتژیشان بوده کدام استراتژی دیم تو که سکی خطرناکی که بود رسون رئیس جمهور اتحادیه واشنطن رفسنجانی می انقلاب نامده بود تا رفسنجانی شاه بود برد ولی فقیه بود نمیدونی رفسنجانی ریاست جمهوری کره خامنه‌ای جواب نه برد در خامنه‌ای رندا سپاه رفسنجانی هرچی هست رفسنجانی اسپانی قاسم سلیمانی دیمده بود پیش چه خامنه‌ای دوره یعنی خمینی دوره توکا ایران جنگت گو مسئله داخلی وتی کسانی که مخالف حکومت علیه آن جنگ شده خامنه‌ای دستی مثلا یک انفجاری توکا چه دستا عراق پیش 8 سال بود لایشتن چند سال با معمار حل کنه تو مشغول یعنی خمینی دوره توهاشون باز مثلا نسل که بلوچستان سرا واضح که پرابلمی مشکلی هم عرض بکنن اما خامنه‌ای دوره که مثلا حالات فکتنشن فکر شده بلوچستان سر یایگان قاسم سلیمانی اولی مردمی که بلوچستان تا ورود کرد همین معروفه قاسم سلیمانی 41 سال الله لشکر فرمانده هنگیتی ما آیی کرمان که سرای بیس کرمان تا قاسم سلیمانی جند کرمان مردم کرمان لچتا بلوچستان و همه بلوچستانه که لچتا بلوچستان قاسم سلیمانی یکی که بلوچستان اولا چه بلوچستان همین هنوگی نام گشانتی که جنوب کرمان که بلوچستان زله این واقعی تو که پدایت جند بلوچستان مرکزه و بلوچی
خلق سلاح که بلوچ سلاح دست جنگ خلاص بوده سلاح بازی بلوچان دستا هم هسته صراحة چشام بوده اشی خطری به ما ممکن بلوچ چشام یوز بکنه که علیه ما قاسم سلیمانی ایشان جمع بکنن ورتر بابا اشی تها نسبت چند که کاملا کامپلیت نتون پارتی ولی وتی پالیسی خاتمی دوره خاتمی دوره تا نوکی سلسله واری قتل وشان که قتل های زنجیره‌ای انتها راه کردن بازی مردمی دوره تا جنگ مجمع چه ملک تا در مردم که هستن و چه در ملک ها کسانی که هستن و ایران مخالف سیستم یک به یکشان جنگ ترور بم و گاه نگانتی که نام باز نیدن ضرورت نگرد نژاد دوره احمد نژاد دوره تا یک این پالیسی IRGC یعنی سپاه پاسدار بلوچستان تها جهمنیت کنه اولی رنگ که سپاه کمپلیتی می بلوچستان پروینس در سپاه دستت بشیش سکوریتی تایی تبدیل سپاه جنگل با عراق و دیگران و تاریخ حرف تگرد از کردستانی که سر همی سیاست اجرا رنگ کردستان برای دومی بایی که دست بلوچستان تها که ما درستی که تایبی که هستن و بلوچه که هستن شان وقت ما فهم کنیم گاو ما اشانا هر منطقه انوال کنیم هر منطقه چون بلوچان اتفاق سراتن تو می سرداره تو ایده سرداره تو ایده سرداره تو می سرداره و همشان ذریعه سرا بلوچستان سرا شان یک انفلوئنس کرد هر میتگی شان وقت بیاره 10-15 مردم 20 مردم ما شان دیم شان سلاح میگم می دستایم که اما طریقه که ما چیزی ما بره این دوره یا دیمی رئیس جمهوره آیی دوره تا یک نوک IRGCC محکمی و تجارت کتا بلوچه جنگار کتا سیاسی و بلوچه جاوران وتی کنترل تا گرفتگم ایدو کنو بلوچستان سیاستی خامنه‌ای جن اعلام کرد و گوشی بلوچستان یک گنج پنهانی یه خبری کنگا دستور دیگه که شما به این گنجی که هستین یه سرزمین تها بلوچستانه شما این گنج برید کاملا کمپلیتلی ایران قبضه تها بیاره شما هنچون که زانی مشرقی بلوچستان تها مازانی که اکانومی لحاظا هر لحاظی چون وی نگوتنه آیا هیچ انفراستراکچری هیچ پیمی بیسی بنیادی چیزی ارکنگ نبوده یعنی اگه هنچو بوده اطلاع کنه ولی این دوره تها نوشن زمین واسطه و تی خیزی کل دیگه که بیان تی این زمین که بلوچن دستا پچ بگیرن میگم ما فقط همین حیوان کنید که این دوره تها تا یک رئیسی دوره که رئیسی دوره شما اعدام سکبا یعنی بلوچا پاهود انته آن هنگین کنن 85 میلیون نفر ایران جمعیت 85 میلیون نفر جمعیتی که گوش بلوچ جمعیت ای زلیتها سرزمینش 85 میلیون اگر 5 میلیون اچو چیزی که آشانتی و هنچو هم معروفه حالا جمعیت 6 میلیون اول کار سوم زمانی که کمپلیتلی جمعیت اشا پاهود یک بلوچ اگر چی بلوچ گار کنه بلوچ نسل کشی نه ور چی نسل کشی نو بلوچانا این جاور کردن یه سیچویشن که وشک پادیه ظلم باز بی مردم هم سرچست کنن مردمی که یه زمین نلوٹی پاچ تا هم چوبتا را دفاع کنه همین زمان انتها آرم گروپ هم چیز بود که یک آرم گروپانی که پادیه هستن همین خامنه‌ای دوری تا اشان اکثرا مذهبی آرم گروپ هستن چون عبدالمالک ریگی که جنگاش اسم زنتهایی هم فرانچای جیش العدل یا دیگه گروپی هستن و پروشتن لحتیان کپتریان لحتیان ادام و ادام منطقه جاگاه به هر شکل
نوعی موومنتی ثروتی چسکنان یک نوعی حرکتی که ما سیویل موومنت جنبش مدنی جنبش مدنی بلوچستان چه 2018 این سال 1396 مگوشه اولی رنده چسکو زهرشانی خیابان تها گلیان تها سرکان تها مردم درختن پیش هم بوده یک فتره کاملشان گار بوده اینا برای چسکو 2018 یک هفتگی بلوچان مزید زهرشانی کو اشی همراه آلگه ایران ایریای تها و دواند گشتر مردمان بلوچان خواستش لورتش هم طور پر آنی مخالفت ایران سیاستانه خارجه نگه دار کنه و یحتاج جهن مسئله قدام همین مدت یک ریپورتی یحت باشه بود که مولوی با ملازهی مسجد نور امام جمعه آیه من حال رسته و من بعد که ششنگ بکنم یک جنین من یه شهره تها آیا جی سی سی مردمان شانا حیاتان که گفته ریپ کتا گفته این خبر یکی چه سببان من بلوچان این موومنت فادیان دومی زهرشانی یک جانی بنزین تهاشان بود اگر سانکشن یحته که سرا چه استفاده کشور سرا اشان یحتو بنزینش چه کد که وضعیت بهتر کنم مردمان سیچویشن سخت خرابه گرانی بانک تورم سخت پریشر سخت وضعیت این مسئله بهانه بود درسته آیت ها انکار و تی زهرشانی دماغ دارن ایران یک مزنی زهرشانی چیست درسته ایران ده بلوچستان تا 20 وچهی ادامه بده استپ نو موومنت بلوچانی هم پایانی جنگانی که بلوچ خلق نگایا هم بیمار بکنه سال 2021 سپاه پاسداران هم گفت که چه پیمایت منطقی بودی کنترل تحت دریارته بلوچانا یک نانی پشکت کاری هیچ این فاکتوری چی نیستن ارنگ نبوده بلوچان چون ما پیسر گواه این سیچویشن جهد کنه بوده که آیان اکانومی اقتصاد لازم ضعیف کنه مجبورن که به کار واسطه برون کرمان می هم کرمان هزاران کارخانه هزاران نزانو کارگاه و کار و هستن که مردم کرمان کار کنه بچی تو دو قدم یک کشتره هیچی نیست پالیسیه نه تنها قدم واسطه مشرقی بلوچستان نیمگا وزویل قیمت گرانت این ارزانتر مردم ها کنه زورتند مرزا ردش کتند ایده باید کتند مردم ها نیمگا زورتند آیا هم کار کن دوی نیمگا به چه کار کنه گاته چی سر گرانه یکی ما سپاه پاسداران ها سنگشان سر هستیم شانی باز بودایم شون گوشن شانی ما این مولا و تیچه رفت بکن میتها میوتی سپاهیان مردم لحظی چما زنده کو جدا بودن چما ناراض ما اشان هم داشت کد کنه نه باید بدار نشه پیماشان بدار حقوق دیگه لوتن شان زر دیگه لوتن دیگه هیچ راهشان در نگیر بغیر چه ایشی که بلوچ نام ورگی که هستد آیدی شان یک طرحی یا پروژکت یا نامنتی طرح رزاق این طرح رزاق درستی گازویل که دیمش گفتن شما را کار اجازت نیستین در را موت لحظی مردمان همه مردمانی تکشان رو بدن که وطی همه سپاه مردم یک کاری که بندک بود بازی بلوچ را پروتست شد
و یک پروتستی من و شمسر من سروانا او پروتست چیز بود یه زخشانی بود یا سطح مردمان سر تیرباری کد همه جاگاه 39 نفر مردم کشک و تپی بود اشی خلاف مردم قاطعیتن اول سروانا بدن دوزاپا خاشا سرباز سربارا درستی شهرم تها یه حرکت بدن چیز بود چی گشتر اکانومی هم هست پیسر مردم دیگه مسائل هم مشکلات عام طور پر هم زخشانی کرده نوکی جا نوکی ها شما نگاهی این سیویل موومنتی که ما این کاره خبر کنیم نشنال موومنتی که هست جنبش مدنی که گوشنده هیچ چیز بود که ما را ساله که ما جنگین کشک بودیم بندک بودیم هنچین پالیسی سیاستی بهتر که پالیسی نامی طرح توسعه سواحل مکه که تصرف سواحل بلوچستان ما نامش که ایشی خامنه‌ای و تی درخواست پروژه که یه باشی که این ساحلی هستیم بلوچستان چه بندر عباس زله که گرفته تا پسابنده که مغربی مشرقی بلوچستان بارای این پهکی محدوده تها 3 مرحله تها 10 میلیون نفر جمعیت کشی ادان یارک نگرد که اولی استیپ تها 2 میلیون 500 نفر باید یارک 10 دانه شهر ادان باید ارد بی نوری 30 شهری ارد کنگان یک شهر پارسیان نامی و 2 3 شهر هنو ایشان بونگی شدگن که این شهران بندگن ولی ایشان هنو اکانومی ضعیف ولی اکانومی ضعیف اکان چاینای گورا راشای قرارداد مزنی بندگان گو چاینا و راشای گا یکی 25 20 سالگی که ایشان هم اینا انوالو تی اما وزارت شده بگیرن و تی پروژه زمین رو پچ کردن را حل کنش حال رسه من که مردم لوگان بونده گان شده درش کنه گان ما یک حالی من وقت همین نمونه شما باز خبران باز کنم که دیماتر شما همین حالا بچاره پروژکت یارته مزنی ساحلی حدتها لوٹن اجرا یہ جگہ وزانہ کہ ایران لوٹی دیما چیه بگن پروژه رو همانی چنده دست و پروژه ده گفته منیستری آف دیفنس دست وزارت دفاع پروژه هم بودن وزارت دست صاحب جناب اشان یک روستایی هستیم چهبار نزدیک شهر روستایی میتگی بازاری جنینان ویدیو هستیم که سی کنن گوشی زمین بوندا ما چه زمینان در بوده شرین چی گوشی مرد کوٹه کوٹه و ما یک کاغذی اسپیتی شده باشته که اینا یه استامپ بجنید اینا لانکو کا که شما را کوتاه رسید ما کوتاه زورد استامپان بگیرند یک تا بیزنش با زمین مالا پالیسیاشان یک من زمین رو پچ کرده ایشی مردمان زمین خشم باز بود همچون که سرپدی رو گشتر بوان مردمان دیویل موومنت بوان آن مشرقی بلوچستان ها هم ایش کنه باید که بلوچستان چه ما دیما شده یک گاڑی دستی چه کویته است بیتن راه تا اسلام آباد چی حرکتی عرض بکن که همه سین جنینانی که برن بیاین تیپ 50 و 60 و 70 و 80 هزار دانه جمعیت بیاین رسنده درستی شما چه استفاده شما هم گنده من
کرگان مردم همین لحاظ یک واقع ده ساله شهبار این جمعیت آیا بارتی مقرایتها آیا ری یه حالا عبدالغفار نقشبندی رو انکار کردن وشی نبیده بچه ایزان دویچه پیسر هم همین جنین مثلا چی که مدنی پرتست کرد هر بوری نقشبندی یه مسئله ظاهر کرد و یه مسئله ظاهر بیگا ماننده اگر میشه چهبار مردم چهبار تا درک کردن خیابان تا چهبار زهرشانی بونگی تاریخ 28 سپتامبر یعنی 6 2022 پیش سال گذر مردمان جنگ گار کن کشی و بازین جوانی چمدگیری کمالهان چوک بلوچه زندکاری هر کسان شهرش منصور خود دیگه بی پاهو اعدامه چی که همان پروتست که ما بلوچه بعد زور و ذات مردمان آنان که دیگه بی پدام هم بیاد اگر چه پیسر پده نو بلوچستان درو گیزی منشانی کنترل پیسر کنترل کردن منشانی جتا میدیاشان پیش نداری میدیا بلوچستان نداری بلوچستان بایکوتین اکثر تلویزیون که هستن گجران جنده تلویزیون ایرانی که هستن برش پیش نداری حقی پیمی که و این همه تأثیر بوده که گوشتگی که ایشان ریستن زن کار مردم همیشه هم اثر آی جمعه 8 مهر 30 سپتامبر در کپن نه همچون که در کپن دسته کن دسته چست شواره دیانتی آیا چنو بواران سرا وشتاتگن اسنایپر تگن نمیگه نقدم گویش کنه مردین جنینان که همون نمازوانه که بوده کن کمان هورد مزن درو هم بوده کشک بود کسانی چوک 10 ساله یا 10 ساله شی تو که کشک بوده مشم ما گوهار کشک پیرمردانی عکس مشم هستن به هیچ بیرقی 350 انسان لحظه تا درو تریک کشک بند که تاریخ بلوچستان یه جمهوری اسلامی دوره تا ما چشیم واقعا پیسرا یه سه تا یه وضع تا در یک زمان یک ساعت و یک دمان تا نرسید این بیرحمی بریگم اگر مشتاقه کنم با شما گپ جنگم شما یه دیوان تا جمع بوده که بخاطر همه شهیدان بخاطر ما بود و این حقی پد جد ایران تا هم زهرشانی محسا امینی کسا هم یک زهرشانی بونگیج بودکتن ادام ماهو واسطه مردم پایتن ادام مردمان به محسا امینی واسطه پایتن که آیا بخاطر حجابی که اجباری حجاب بی و همه پلیسی که هست پلیس دشت ارشادی جنن کشند مردم آن تا پایی پادی به ماهو پادی هم درسته هم یک بیک مسبوان بند استان 8 شهر کمپیتی پادی به ماهو توار چیز کنگا و پیمی که بودم دان دوزداب تو که شهید
ایشی پادیا ایشان نسل کشی چهار خاشی ازده آوان که پیران گارمنت جنده و همچین چی ولی همین روش تو که مردم خلافت زمان کنم مردم گوشن که اولی رندن که ما گنده درستی بلوچستان دست بی تو پا ایشی تا نشنالی جنین دین کماش برد مزن مذهبی غیر مذهبی یک دست رو گوشی این چوک جهتی واسه آبادی تو یک جا میشته این هم توار چیسته بی میدیا هم ایسر فوق ولی میدیا فوکس کنه که رنگ یه نوکی حرکتی هم چیسته بی آن حرکت همین نشنال بلوچان جنده همین اتها یه موومنت کنن تو پیش وقتی حق مثلا براندازیه این وقتی که مردم باشن که ما کل جستیه حکومت که بکنی یعنی حکومت براندازی شما کپی شما ریشیا چه رنگی بوده گوره مردمان وقتی حکومت چشیه وقتی سرنوشت بوده مالوته کی سرزمین دستا ببین اداره می سرزمین جنده دستا ببین این هم دست چی ایران نشنالیستان هست آیانو باش نبود همین خاطر مدیای تا جهدش کد ایشیش پیش نداشت جهدش کد تا توانند یا مذهبی رنگ و بوی بدن که مردم هنچون بروان که آنی مرکت بکنن نشنالیست و مسئله حق ملی اندام را بچه همین جند کردستان تها کردا هم همین دمانده چیز کنن باشان گفتن که این دماند مذهبی آدگی ملت هم که ببن چون ایران تا نیشنی هست ملتی هست نه ایشان که چیز ببن بر ایشی به ما بازگران تمام همین لحظا که 6 ماه است 6 ماه است درستی که انتها تانی وقت ها جایی کش کرده که انگه مردم در زیین رو مردم در کرده و مردمان وقتی شعار چیز کتن و آنی سلوگین بوده که سلطنت ولایت 100 سال جنایت مرگ بر این ولایت ایشی مردمان شعار بوده گوشی که هم یه بریف هیستوری که مشمارت داد که کینگ و سلطان و پادشاهی که یحتگن این درست بنا مردمان نفی بوده گوشی ما نه پهلوی دوره حکومت ما را لوتی مشابه با آینده لوتی و نه مذهبی حکومتی که هنو ما را جنگه کشه ما حق و سرزمین حق ایشی که ما گندگیم مغربی بلوچستان همه بلوچستان تا موومنت یک زمان چیز بودگد و هنو یحتا به یه جا باید رسته که ما شما گندگاین مشرقی به مغربی بلوچستان ما گندگاین کشی رو بگاین چیز بگاین من باز دیگه چیز نوشته ولی من اشیا بریف کنم چه در گشته بودی خبرانا دیما نبرم من فقط که سیچویشن واسه اکسپلین کنم که توضیح بدم که بلوچستان چی واسه ما را دیما اگر دوستی سوالی کسی بیته ما تونیم آیا هم گشتر یه باره گپ بچنی پچه دیگه عزیزان هم دکتر ظفر صاحب هم دانه نادر صاحب تغذیه هم دانه عزیزان دوستان هم سپیچ و واسه داگن من ندارم که آینی هم دیگه عزیزان هم هست آیا هم بحث زورتر در شکل من باز منتوارم که شما درستم که منی خبران گوش داشتم منتوارم که واجه الله که ادام یک بگو ما یک امید که ما یک چیزی سرزمین آزادی و آبادی رو بگیریم به زمین به بلوچستانی که این چیزی پراکنی این جنده دستا ببیته و بلوچ و بتونن تیمتی سرنوشت کنه ما زانیم که چه بلوچ ها سرزمین سر نهی هیچ که بلوچ ها پوتی زمین سرزمین سر حق دارد باز دیوانی که واجه حبیب الله بلوچستان راج تفاکی کار هم واجه حبیب الله و 6 ماهی که بلوچستان تو هر روز زرشانی به تظاهرات بگه مرکه کشک بگه بلوچ و تمامی ایرانی مردمان ایرانیان امید هم بلوچ هم کنگن یک ایرانی همی اولی لحظه تا چیز رو کشک بگه 104 نفر دوباره هنچه نام که مارا شهیدان می‌آید خدایان عبدالرحشانی، مهسا نارویی، حمزه نارویی
جلیل غنبرزی، جواد پوشا، اسماعیل عبیل، نعمت الله خانی، مجید لوتنزی، عبدالحمید ریگی، جلیل رخشان، عبدالصمد براهوی، سارانی، محمد شازی، اقبال، عمران رضایی، امید حسین پور، امید شهبازی، عبدالوحید توحیدنی، امین الله غلجی، یاسر شمزی، یاسر زی، عزیز محمود زی، یونس زی، عبدال احمد، حامد باجی زی، اکر علی زی، مبین بازی و بازی دیگه نامی هست اذا گرم باز اگر نگیرم چپاکم و میں موومنٹ کا وگین چه ماهو بلوچ شد و انگتا نوگین ماهو جینانی هستی سالینا نام شما نیمگا بلوچستان و کردستان تیوکی ایران اشکتا شما توارا جنین زند و آزادی جان و آزادی زندگی آزادی و شما تهنان نید یه وقت نید بیچاره و بیوست نید ماهو ها خدا و شما این آس بارگین تبتا جستان سک جوشانت بلوچستان جنین زند و آزادی تو ها منی جان و جرم هم تو منی تی درد و اندوها منی و پار و آرمان منی کوکاریای منی زاز زند و آزاد حقا زیان و گال زند و آزادی و چواجه عایشه دانی شباس کے وانکوور وقت ماشما گوری پیسر ما السلام علیکم کنم وقت روتو سلام کنم بانوکا آنلاین مالا هرگا چه بلوچستان و عزیزان ادامه عایشه سلام عرض کنین دیوان گوش درو کنه من عایشه بلوچستان و لوتین بلوچستان انونین وضعیت عباره و به خصوص جنین زاگانی یک جا بودنه یا هور بودنه و ملوچین اعتراضا لوتین به عباره بردین بلوچستان تا گیشتر به اعتراض و به فعالیت اجتماعی همیشه تصمیم گیرنده و عمل کننده تمام مردین زد بودگن و کمی مسائل فرهنگی باعث بوده و کمی هم وضعیت اجتماعی که لورتگن جنین زگ به آشیا بیان تو به تصمیم گیری یعنی تا شاید وقتی پاوت دلایلی دارن که اوان لورتگن مسئول ساتن ولی همیشه صرف جنین زگ مصروف کنک ویشان بودگن و به آشیا بودگن که باعث ضعف مزنین به بلوچستان وضعیت و اما بلوچانی وضعیت بوده که نمیشه جامعه و توارش هیچ وقت خوشکته نبوده و هیچ وقت حضورش حس نبوده در حالی که آوان گیشترین فشارش بی‌عدالتی و مشکلاتی که به بلوچستان تا هست جنین زاگانی کوپگی سراین تا به خصوص ای که آمادگی ایشی ندارن که وقتی پاده سر بوشتن و بنابر هر دلیلی اگر سرپرست خانواده شبین رود و وضعیت باز سکین رو برو بین من هنون وقتی گندیم که به جای رستگن که این فشارهای بیش از حدی که بوده به خصوص شرایط سرکوب و
سرکوبه که به بلوچستان تا چه بلوچستان شرقی یا غربی هر دوکین بلوچان پیش آتا من گندین که هنون یک تحول مزنینی را مش ما شاهد هستن گندن که چی به گوادر مزنین اعتراضی که جنین زاگانی اوداهاتی و حمایت آوانی براسانی حمایت مردین بلوچانی مردینانی که وقتی گواران قبول کردن که شد باید دیگه نبید یعنی تانکا مبارزه و حق طلبی مردینانی طرفان نبید و جنینان هم باید سهم داشته بیان ایش پا من باز جای امیدواریه که لیتو گینین که نوکین نسل که این شرایط کم دارن قبول کنند که باید راست و گوهار اردوکین پوتی حقا و تواره چست کنن و مبارزه کنن. من وقتی دیست که ماهو بلوچی سرعا ظلم و زیادی که بودت جنین زاگان هم زاهدانی تا جمعه خونین زاهدان قوتی براسان به اعتراضان شدن که متاسفانه صدها کشته و زخمی هم داشتن بودن ولی باز هم با تایید وتی مزنترینان یعنی علما هم حمایت کردن که من سگ شیشی خوشحال هستم که گندین بالاخره شرایط طوری بود که حتی مزنین فعالایی که به جامعه تا مورد احترام هستند آوان هم ایش را پذیرفتن و قبول کردن که باید جنین زاگانم هور بیان و دیگه نتوانن که تانکا تمام مسئولیت مردین انی کوپگی سرا بلن. ایش مزنین امیدواری جا انت که دواردگ پدا برمه گردید به وضعیت قبلیه و کم کم مردینان یعنی وتی گوهارانه وتی جنکانه حمایت بکنن تو آوان آماده بکنن چون بلوچ تانکا نتواند نیم وتی پیکره یعنی نیم جمعیت که جنین زاگستان آوان ندیده بگی تو به جای برسید اما شما باز امتحان کردید باز تلاش کردید که جنینان به ای کارانی تا که فکر کنن اکثریت لوچن که آوانه مسئول ساتن تو اشه مشکل ایجاد مبی تو آواتی بساب بلوچه ننگ و عزت نوانی ماسوگوار ولی ماسوگوار انی ننگ و عزت متاسفانه که شده باید مشموع نتوانه نوانه حتی لوگیت هم که ساتن نتوانه نوانه مسئول ساتن زاهدان قوت راسن به اعتراضن شده متاسفانه صدها زخمی داشتن بودن ولی باز هم با تایید گیتریشن که کنه اما حمایت کنن آوانه کمک کنن آوانه اجازه بدن برون درس بانن آوانه شغل و کاری سر بساب کمک کنن تشکوتی پاده سر بوشتن و همیرنگا آوانه معلومات دهن که شمی حق چین تا و وتی کنی که ایشیه که وتی فرهنگ و دو را بیگده گلو کم ساتن من فکر کنین اگر یک جنکی را ای دو را بیگده پای زنجیرش ما جوره کند که دست و پا بنده تو ایره بوشه تلوگه تمانو ایچ وقت حس خوبی پا دو را بیگده و دیگه نکند من فکر کنین دو را بیگده باید وقتی یک جنکی توانی دوست داشته بی تو بیایی افتخار کند که ایره پروبال دند که بروت پرواز کند نه که دست و پا بندید کم که بلوچن انعطاف پذیر بین کم که بلوچن واقعیتاً مروچینن گندن و امیرنگه که تمام دنیا هر کلچری تا دیما 100 سال دیمتره 200 سال دیمتره مردم دیگه وارد زندگی کرتگن و مروچی گو شرایط تغییر کرتگن مش ما هم باید امیدوار هستن که تغییر کنند امیدوار هستن که نیم پیکر بلوچستان فلج مگندن شده باد و بگندن که جنین و مردین مثل براس و گوار کنه که هم پا آبادی و آزادی و وتی حقا دیما بروان مشما باید شمزترینان شرح برای سیاسی کسانی که فعالیت دارن اما آرزو امید ایشن تا که
وقتی که په ایران تصمیم گیری بید چو دیمتره ای بساب گرو تندرون اینتا یا ای کمی گیشتر بساب انعطاف پذیر این گروهی استی به وعده های علکی دل خوش مکند لطفا خواهان ایشی بید که جناهای سیاسی را که ششما توقع دارن اوان حمایت کند به دولت های آینده شوان بلوتت که بگندت اوانی برنامه پشما چه سهولت های پا آینده بلوچن یا لوتن داشته بین که حداقل وعده های بدهند علنی که بلوچ پدا بیاوان رای بدهند یا آوان حمایت کنند یا به این انقلابت که بلوچستان گیشترین بها پرداخت کرده باز هم امیدوار بین فعلا که من فکر نکنین که هیچ کجام شاوان رسما من در این دور گندین اوانی سخنرانی انا اوانی برنامه گندین متاسفانه تنون هیچ کسی در مورد برنامه هایی که په آینده داشته بیان چیزی نگوشته و امیدواری انکرین نه اینتا مشما پر رئیسی رای داتن مشما تمام همیشه بسیجتن که دولت تا امیدوارتن که دولت بعدی تا شرایط هم میگیتر بید ولی هیچ وقت نبودی انشالله که ای تحولات باعث آینده گیترینی پا بلوچن و پا تمام مردمان به خطه تبید و با امید فردای بهتر پا تمام مردمان که مروچی به سکین شرایط تا قرار دارن ممنون ششما شما هم باید امیدوار هستم که تغییر کنند امیدوار هستم که نیم پیکر بلوچستان فلج مگن شدوار و بگندن که جلین مردین براس بوار که هم پا آبادی و آزادی و حقادی ما بروان شما باید چه مزدینن شرح برای سیاسی شرکتان که فعالیت دارن می آرزو امیدیشن وقتی که به ایران تصمیم گیری بید چو دیمتر بساب تندرون یا ای کم گیشتر بساب انعطاف پذیر این گروه استی به های علکی مکنه لطفاً خواهان ایشی بید که جناهای سیاسی را که ششما توقع در اوان حمایت کنند به دولت های آینده شما ممکن که اوانی برنامه پشما چه سهولت های آینده بلوچی روکن داشته که حداقل های دهند علنی که بلوچ پدا بیاوان رای دهند یا اوان حمایت کنند یا این انقلابته که بلوچستان بیشترین بها پرداخت کرده باز هم امیدوار بین فعلا که من فکر نکنیم که هیچ کجا شاوان رسما من در این دور گندین اوانی سخنرانی اوانی برنامه گندین متاسفانه هیچ کسی در برنامه هایی که آینده داشته بیان چیزی نگوشته و امیدوار
که این تنوع باعث آینده تری بلوچن و تمام مردمان به خطه تربی و به امید فردای بهتر و تمام مردمان که مروچی به سکه شرایط قرار دارن. ممنون شما. باز مهربانی چه بانوان شب بلوچ و همیشه جوتن یاد بکنن چه موضوعی بیا و مولوی عبدالغفار نقشبندی هم فراموش میکنید مولوی جوان روشن فکری اوشی اولا ما بلوچ بنده مسلمان شی همیشه یاد بکنید اولا ما بلوچ بنده مسلمان و ما استعمال بکنیم سال استعمال اگر چه کنم می زبان چه بین با می فرهنگ چه بین با می رواجان چه بین با و ایران کار همیشه این ما دوست دارن هیچ حکومت دیگه و بلوچ جن و ما تی ملک آزادی بودیم امید که ببین ادامه من به خاطر که کم که وقت می کم چه واجه نادر کار از هی یکی چه عزیزان یکی چه سیاسی جهودکارانی که پوری عمر چه زمان شاه بگیره تا هنگی جمهوری اسلامی این واجه مبارزه کرد برای بلوچستان و یه تاریخ زنده ما که ما باید چه واجه استفاده کنیم و چه واجه نادر که هرازی تمنای کنیم Agora, وشو درافت منی سنگت همین بولا پوره بلوچستان جواران باشما کن بلوچستان حال چونه ماچه شون حکومتی دیما که دیم پا دیمه یکی مولان گیریم و پاکستان فوجه این ملوچه بر جنبش ملی بلوچستان سران یعنی بلوچستان نشنل موومنت و اشتراک چون ملی سر و ملت چی وای اولی سر هم گوشن که اصلا ملت چی یعنی سازمان ملل تعریف همیشه اگه میشستن کنین ملت اما گروهی یک اجتماعی مردمان هستن که آمانی سرزمین زبان تاریخ دود و روی فرهنگ یکی بی بوده این ملت تو همی ہوتی سرزمینی که داریم بوده کردی کن ما بلوچ هم خود یه چاره مشخصه اونا داریم و هنومه ملک چون بوده سه جا بوده یکی ایران کرد یکی پاکستان و یکی افغانستان هنومه من یک کمی و ملیگرا یعنی چون ملی اومد ملیگرا و نشنالیست همه کسانی هستن که چه پوینت حمایت کنن در اوتی سرادم اوتی سرزمین سر و سرادم دراین سرمچاران شما بیدید چون دارن جنگ کنن و چون که پوتی بدن سر بطر پشت دمان و یکی دیگه پوتی زبان یعنی یک چیز مشمه نشنال آیدنتیتی که ما به سرزمین دومیم زبانه ما رو بچیشم بلوچ شما بلوچی خبره کنیم اگر ما رو جوتن کجایی ما باید گوشی ماشه بلوچستانی ولی چون ملک میشه یعنی چوک بوده یکی گوشی ما ایرانی و یکی ما پاکستانی و یکی ما افغانی و این خاطره ما همیشانی که مردمانی که همیشانی بارو جهد آرش کرده الله تیره کرده همانی بارو خبر دارم چون استرین بلوچستان جمهوری حبیب جان گشت می مولان زمان مولان دوره جمهوری اسلامی که حتی ایشی ما چی کرده بلوچستان چون شوتی حق حقوق دفاع کرده گیشتر یعنی ارگانایز نبودن این مولان که حتی بلوچستان نه پارتی حزبی حتی هیچی نه کم مثلا یک دانشگاه بلوچستانی حتی
دانشگاه تا 2000 دانشجو 60 نفرش بلوچه، یعنی بلوچستانه 60 نفر بلوچه تا ایشان جهدی و شکورت و بلوچستان مسئله رو دیگه میشه. ولی شیدی ما مولوی هستن، یعنی دو گروه، دانشگاه یکی مذهبی. دانشگاه مذهبی حاجی مولوی عبدالعزیز شد مجلس رفت و خبری و دراین مولان مولوی عبدالعزیز ها تو مثلا حق کردن شما توانی بلوچی بوانی بنویسید و شما مذهب شما آزاد پرکتیس کنید، ولی یه رکیش نکو برای باید کولی اینو آوان که دانشجو دانشگاه گشتر مثلا بلوچان انجمن دانشجویان و دانش آموزان بلوچ شه مسئله ملی ها ایشان خود مختاری مثلا مطرح بود، ولی مولویان شان گفت که ما گردانی لوچ همه مذهب بلی همه مذهب کاری مداری 4-5 بلوچ که وانده هستن ایشان اداران استخدامش کنید، ولی دانشجویان و دانش آموزان که نه ما باید یک قومی هستیم، این مهم جدید است سیاستی از لحاظ انتظامی پلیسی هم باید بلوچی بی، ما وقتی جنده مجلس داریم، ما وقتی جنده قانون رو باید جور کنیم، این ما توانی چی رو بشیم یک کمی یک هنچه مختاری رو بله شرح پاکستان نمانم اولی الله یکی چون مثلا بامستار هست، یعنی که مثلا یه مسئله رو مطرح یکو لحظی دواره چی همه مسئله سر یک نماینده یاد که شهر تهران ایدگاه تا که روی کن ایدا مثلا پارسی آمین آموزه کمیته هست سپاه کمیته و حمله کو بعضی یک مسجد مشهد خرابش کو مسجد کودا کم مکی اعتراض کو ایشان حمله کرد اتکش کو حملهش کو به مسجد مکی بعضی مردمی هم کشتش و بعد مولویان بیشتر خاموش بودن دیگه کارش نکن اصلا ایشی مرو چشمه تاریخ هست بودن ولی دیگه کمان ایشانا لکن تو هلتش پرشان ها رو چه اتفاق کپان فراوان ننده هوا می تاریخ تام نه هیچ اصلا یادشم نکنم این شدواره شاید بدتر که سیله کنین همه اگر مثلا همه چی تا اگر شما کنن مطمئنا وقتی ماهو به پیشه‌ای و جمعه خونین ظاهران و خوش اتفاق کپی ایشان همچون حرکتی که بیان 103 نفر 600-400 نفر تبدیل کنن یه دورا شمیمه کم که ما اولشان که شب پاماش گیر بودن و یه کاران گما دارن کنن جنبش ماهو باز توهیم جنبشی بود بخاطر که 6 ماه بلوچ مرسخه تظاهرات کنه هر جمعه و دنیا مسئله بلوچستان مطرح یه سازمان ملل اینترنشنال کمیتی سرپد بی که بلوچستان چی گذگه زن زندگی اما جیان آزادی یه همه موقع اتفاق کرد یه هم توی مسئله مومن هم داخل هم خارج برای کل ایران بلوچستان هم دیگه شد جنبش ماهو باید اشرا همیشه که هستش چی حمایت کنید و بیشتر یه مسائل اتفاق کردی ما کمی باید تدارین مثلا محمد رضا شاه دوران محمد رضا شاه دوران سرکاری تهدیم مدت هیچ جنبش شکل حرکت بر علیه دولت اتفاق نکردی بر اتفاق کردی و بیشتر سرداران و پاچون کوری حکومت شاه بان و درا مجلس رفتگان نمایندگان اولی درای چیز ولی برای چنگ کارگار و بزرگ و دهقان برای چنگ بزرگه یکی شما دادشاه یکی دیگر هم امیر عبدخانه دادشاه مثلا بازین مثلا بلکه دادشاه چیو مثلا من دادشاه مثلا سگ دنیا تافروش و مرد بلوچستان مثلا سگ دیمه شو مثلا پاکستان
کراچی مزن دمونستریشن به حمایت که جور بود کجای تمامی رکاو و مثلا یک کیس پاکستان حکومت دادشاه براس به ایران دا کده همیش دراهیم بلو جمع بودن شرف و کورت بورتش و کامیاب بودن که شما غیر قانونی کاری کرده که مثلا دادشاه براس بکه داد دادشاه مثلا سک بلوچستان مسئله را دیمو برد سردار میر عبدی خان ایشان رفتن بغداد رفتن ریلوی جورش کن آبوی بلوچستان مسئله رو مطرح تا که با آزادی بلوچستان جهد بله 1975 الجزایر چی و بله دیگه شاه و صدام حسین گوه سهرش کو گوه شد که کردن کو شاه و کردن حمایت را کو و صدام حسین آوانو چی کو یه راه واپس برگشتن تحتن ایران و ساوا که هر چیز دیگه کارشی همارا کنه جا بیدات و رفتن ولی کشیشان نمانه کاری دیمو آئی نام رحیم زرتوری کمی و مسئله و جنبش را دیمو برد ولی اشرا بندش کو جیله تا کرمان بندش کو کرمان جیله تا شی بند بود همه دا که انقلاب بود 50 بود ایشی یک ارگنیزیشن به نام راجع کرد که چی هم داری مبارزه و یعنی تا ادراج هستن داری مبارزه کن برای آزادی بلوچستان رحیم زردکوهی مثلا به هر حال همین اول انقلاب ایران شهر تا کو پاسداران جنگ کو و هموده شهید بود ما کم که پتر برن رضا شاهی دورا کرده و چی کاری که بلوچستان کرده رضا شاه با یک شعاریه شد که یک ایرانی یک زبانی و یک دین باید اشلا داره یعنی شما دران این قومانی که اده هستی ملتانی که ایران هستی شما دران ایرانی و مسئله آئی کمو که من مثلا شونیسم نجات هست نجات سرا یعنی آریای سرا سک فرق کو این هم تقریبا شید فکرارش هیتلری گرفته چون آمی مسئله داشته دیگه مورد رضا شاه دران ملتانی که یعنی آد تیما قبل از رضا شاه اجر زمان شرشت و ممالک محروسه یعنی بلوچستان آزمان انگتا گو دیم تر اگر شما برایید یک گجری ته بلوچستان نمیده مثلا ته بلوچستان دوست محمد خان حکومت کرده حکومت دوست محمد خانی بوده یا مثلا اگر برگرده ته اهواز شیخ ازعل حکومت ته کردستان هم قاضی محمد بوده که حکومتی کرده رضا شاه چون رضا شاه با همون که یکی کنی شما دو ایرانی هستی یعنی اگر همین مثلا عربی بلوچی ترکیه که بلوچی با یک فارسی هبردن اصلا سرپده نمیکشه چی ولی ما رو گوشه شما ایرانی ما ایرانی نهیم من زبان من کلچر من فرهنگ من دور و کمپلیت با شما جدا چون که اولی سر عربانه یار تو کو خطمی کو برد کشتی شیخ اصل یار تهران شداره قاضی محمد آیشان کردانی کشتی که یه به 1928 که مثلا یا تو دوست محمد خان و به بلوچستان سرا حمله تو دوست محمد خان مثلا دراهین سرحد مردم و انگ و آنگ و دراه سن جمعش کن یک سرهنگی به نام جهانبانی یعنی و بلوچستان سرا ارتک بلوچستان رو بعد از فکر کنم 20 سالی که حکومت مثلا بلوچستان دستان لاجاریه و شان هیچ چیزی نه بزرگ نه ایشان تحکومش کن جا و ایده من رنده یا همون بلیده هم باید اشاره کنم یعنی دراهین این منافقین که دار کنه یه انگریز یک قرار گمان یعنی رضا شاه انگریزه یا و دراهین چون انگریزه که باشه وقت
برای بلوچستان سرا من ترا حمایت کنم. رند من بلوچستان شرقی سرا گوشی که من بلوچستان شرقی مردم بلوچستان نه بلوچی براسانی کم دیوان و همین کاری کو. قاجار زمانه گبره یک جنبش زبری استاد امیر قیام میر حسین خان که 1808 اتفاق کردی. ابراهیم بمی و یه بلوچستان سرش دارک حمله کنن قاجاریان و صفیان باز سرا اتاک کرد حملهش کرد و از زمانه که یهتن بلوچستان سرا برشش برد بلوچن جنیر زاگ مرد تراه چند زورت بردشن به کرمان یعنی هنچو از زمانه که رضا چی گجان این زمانه که قاجاریه و یه رگه که جنیر ششان همشه بلوچن بازگیر که به تهران دیمش داته یه تاریخ همش وانه و تی تاریخ یکیش میشه چی همیشه که تاریخ با تاریخ که چه مصیبت و بدبختی میکومه سرای احتاطی گذشته و خان چون که ایشان مرکزی داشته پایگاهی که تهران شهر حتی شرکت تو تمام قاجاریان جدی تو داری کرده ابراهیم ایشان یهتن شد بلوچان این اتفاق به یک چیز سرا که مثلا همین مرزا این مرزی که اسمی جور کرد به ماشی یه ادا یه رمزیه نیست یه رمزیه که ما این مرزا هیچ قبول نداره من آدم مردمم آدم می کشاورزی و زمینم شما چون کم زمین نکاپ یک روسایی رو دو جش کن یک کپارش داد یک کپارش داد ایران ایشان اینو ایشان دیم داد یک مرد ترکی و به نام ابوالفتح خان کتاب را ایشان شبه ابوالفتح خان یا جنگ کو بر بلوچستان کام کو چی کرد و بعد ایشان که بردش اگر ایشان پیغام دیم داد اگه شما گوما کاری مدارید ما مثلا نه چونش کو شانش کو شما بی فهرج شما را زمین ده فهرج شما را زمین ده شما بودم نه ما گو شما کاری ندارید ایشان که بود لوٹتش گوڑا همه خانشان هنچو که یک دو ماه که گوست دراهی نشانه تو کشت و شبهش بردن این بلوچستان بلوچ مردمان قیام کو برای میر حسین خان من همارا که گوست دراهی مصیبت و جنجالی که مشما داریم چه انگریز سر نه تنها مشما پوره دنیا چه انگریز سر مصیبت چون کرد مردمان آزادی دادم هنو انگریزان 1839 به بلوچستان یهتن بلوچستان که یهتن اونگو خبرش که مال بوتم بره افغانستان چون اده یک توهین چرشان بازی بزرگ گریت گیم اتفاق کرد این گریت گیم یه مثلا که فرانسه و آلمان و ایران پور ساختن تو گوشت که ماشی طریقه و یا این رین چون هندوستان انگریز تو مستعمره انگریز کو بخاطر که فرانس و جرمنی میانت ده به ما مستعمره و مگن گوما جنگ مکنه ما با یک حائل یک دیوال یک چی بریم علاقه تا جور کنه حالا این علاقه بس بو بلوچستان سنترال بلوچستان یا بلوچستان و افغانستانه شاید ما روس هم داشت یا تاجیکستان و ازبکستان رو گرفته تی هم بوده داشت این گروهی به این خاطر چی نامار ششته بازی یا گریه ادا کده خان کرد منطق که بیوان منطق بشت کشه طریقه یک راهی مثلا شب گولان هستن یک کوتاه نزدیک دراهی کوه دو راه فقط هستن یکی بولان یکی شاه برستن آلگه کوهن هیچ کس گیر در بولان تا ایشان لورتم گوزن و برامان پکندار و همگوری اینا چونین ایده گوڑا اوگان و بلوچ دراهین انگریزن که دیگه پاه کنن 12,000 انگریز رو بیدوره بازین دیگه شما مردمانی که گونه شور بوده گوشن کشک انگریز چون انگریز رد برای یک مدتی شده بگشت یک برای حمله کرد و مهراب خان خانکلات بلوچستانه یعنی شاهد بلوچستانه برای پشتی آی حکومت رو آی پایتخت رو آی کاپیتال رو دی دستگی
اینو انگلیس استاتگان او لوتن جانی که هستم رشتن چه کردن کوشش خوب من چیزا حکومت سر بله شرطیه که یک جنرال ای پانه کا مشاوره ما ملک کب در انگلیس ما مستعمره انگلیس این شمی علاقه مشربی تا جنگ شروع بی گاندی و هندوانی شام بالا انگلیس که انگلیس رو دو ساکسیشن پیشه یعنی انگلیس شیعه منا یک جای ادامه بونده به نام اسلام پاکستان جوړه کړه. 10 آگست یعنی تقریبا 8 ماه دیگه میشه ایتونی انگلیس سره کبد آزادی ده. آگست 1900 بلوچستان تکنه وشگیری تو بلوچستان شد دوباره شامل کنیم 27 مارچ 1900
منوچین دیوان پیغام همیشه به مولوی براسان و سردار وانندان به بلوچستان که یک مثلا اگر وهاب سعود و انگریز هور مبکنو توتی ملک آرش مکردیم انو یرگی دمیو کویتو تو انک آباد و انک بیشتر ما شازم مثلا کرد ترکمن و ایشان به ایران هستن نه ایران ترکی کردن نه ما ترکی کردن بله آوان ترکان تو ملکا درک و عثمانی نگل هنوز انک آباد و سیر و اشحال هنو ما باید متحد بین از زمانی که مثلا 1357 ارگانیزیشن سازمان بلوچستان نه بله بلوچانی مثلا سوشال میدیاشن دنیا تا پخش مثلا بلوچی راجی توپاکی گل داره سربازی ای مستر ما راج زوبش داره ما حزب مردم بلوچستان داره که فری بلوچستان جنبش بلوچستان هسته و سرمچا هستن همین مسئله و شرایط با سال 1957 بس فرق کن یا ما 1979 که خمینی میشن یهدن ما باید متحد بین و برای استقلال بلوچستان مبارزه کنیم. من یک شعری جمال الدین و روز نوادی کرده شعر نام کول من چاهم پشماوانا گوان جذبه و جوش اطراع نکنیم ما قسم پیما نکنیم وتی ریشا نکنیم جانان وتی قربا نکنیم برد نام و بلوچ شاع نکنیم عهد کنیم پیما نکنیم آزاد بلوچستان نکنیم ما عهد پیما نکنیم آزاد بلوچستان. Thank you very much. از منتوار واجه نادر کارزی اگر کو تاریخی کامل توضیح داد چه 100 سال پیش و چه پیش آتا چون چون واجه نادر تو منتواری ما بانو نادر روحی چه آلمان و تموری ای بانو که پیام ما پهنچانین و خوش کنیم. درود رهبر منی برات گوهارا گندوکان منتوارم شما من یک کنفرانس تو که دعوت داده و باز من خوشم که من ادامهشون گمهورم من یه ویدیو پر کنم به شما راهیم که امکان نویده من حضور فیزیکی منم بی بلیشن که امیدم که یه خبرایی که من کنم انشالله یک صدای ببین یک تواری ببین یک برمشی ببین از طرف جنین بلوچان و امیدم که شما توجه ها قرار بگیرم. شعار زن زندگی آزادی یا جنین زند آجویی یک شعاری که جزء مترقی ترین شعارهایی هستن که من خاورمیانه تو که کشور تو که در بلوچستان شکل گرفته و نقطه عطفی در تاریخ بلوچستان به خاطرشی که یک جنبشی که شروع بیته یه جنبش بر اساس بنیادی کارمانینگا یک جنین آدم بیته و با جنبش بلوچستان تو که ماهو بلوچ درای پیشات کرد و اینقدر یک جنبش مترقی بیته که همه جنین مسئله سرا روی کردی که در واقع پرسپکتیوی که پیسر شخصیت های مذهبی مثل مولوی عبدالحمید و بیتشان پرسپکتیو عوض ترتشان روی کرد عوض ترته و شان آتکت جنین حمایت کتا به خصوص که مطرح بیته چیزی که اساس بیته همه تجاوز جنسی صورت گرفته پا یک جنین آدم سرا و گشتیم بلوچان تو که چوشین خبر بی مثلا ناموسی خبر بی هنچه جنین خبری کش یا تپن تیگاری کنن خبر نکنن گشته چیری دنیا یا باز این جنین کشه بیته همه خبران سرا تاریخ بلوچستان بله هنی یه موضوع که وقتی مطرح بیته هنی گنده بی که چطور جنین درد ترده چطور جنین
قدوت دیما و دیگه خبر کنه کایا و دیما پیش دارن کایا اعتراض دیگه اعلام کنه و یک مزنی جهش اتفاق کرده من بلوچستان تو که چیزی یک واضحه و یک چیزی که سک کلیر این کلمنینگایش این که بلوچی جامعه بلوچستان در واقع یک قومی یک ملتی که شان گشته محافظه کاره و هر چیزی که جدید بیته یا هر چیزی که نوکه بیته شان بلوچ مردم گشته آیدی ما بوشته و آیه داره و سعی کنن که باید سنت ها و چیا حفظ بکنن. ولی خب متاسفانه خوشبختانه بعد از اینکه روی کرده گپوتال راهبندی که بلوچ پیسر بیته با بحثای مذهبی قاطی بی یعنی مذهب آت جایگزین سنت بی خب جنین لوگ توکا کشبی جنین چه دگار سرا چه کارا چه جهدا چه دنا چه مستریا چه خبرزانتیا کشبی لوگ توکا سترا بی خبر ساکت بی گوشتی خبر مکن یه فرهنگ چو باز بی چیه جاها رسته که هنی بازی ملک تو که بازی روستا هن که مدرسه تعطیل بیتگن پرچه گشته چو جنین منشتگن دینی مدرسه و بود وانگا درکتگن یه جنبش باعث بیته که حتی افرادی که مذهبی مثل مولوی عبدالحمید شاه هم روی کرد عوض کنه و مبانی مترقی حقوق بشر مثل آزادی زن و مرد مثل آزادی مذاهب حتی آزادی افرادی که اصلا خدای قبول نه و ایشی یک مزنی جهده یعنی یه چیزی که شاید ما را لازمه که مثلا 100 سال فرهنگ سازی ببی 100 سال کتاب لکه ببی ولی در عرض 5 ماهی اتفاق کرد و مردم پیه دیما شدن که جنین دیم ببی جنین سپردار ببی هنچو که بلوچ قدیم راهان سیر سربران مردم گندی قدیم زمانه که هور بیتگن دو تکین سریع سرا بیتگن در بیتگن هنچوشین هنی شما برای بچاره بلوچستان تو که جنین گشته کار کن گشته زحمت کشی جنین چه مردین مسئولیت پذیرتر ریسپانسیبلی گشته هم نسبت به زندگی یا نسبت به چوکا و همطورین که مردین ولی یه جنبش یک نقطه عطفی در تاریخ کل هیستوری بلوچستان و شی ثبت به نام همه جنینانی که هنی حیابانان تو خبر کنه و گپان گوشن بدونی که بترسن و حمایت هایی که چه افراد جامعه یه فرصت از ما جنین مردین باید استفاده کنه یه چیزی که اپورچونیتی به دست داد که و یه دموکراسی و یک مزنی در یک پب بیتن جامعه بلوچستان واسطه و یه در تونی یک راهی ببی به سمت روشنی راهی ببی به سمت آگاهی راهی ببی به سمت رشد و توسعه بلوچستان اگر ملوتن بلوچستان رشد توسعه پیدا کنه باید جنین مردین کشمکش و مواد ملکا بکنن باید جنین مردین حس مسئولیت پذیری ببی باید مردین و جنین علاوه بر اینکه عزت احترامی بکن بلیتی و راه ها انتخاب کن چه درس موانگا چه کار کنگا چه یه چیز اگر اتفاق کپی یه چیز اگر ارج ده ببی روچ بیته که هنچو که جگه جامعه های بین اینترنشنال یه چیز گوازین تر اما جامعه هایی که سکولارن یه چیز گوازین تر یه اتفاق باعث به که جامعه بلوچستان رشد پیدا کنه آروچ برسی که جامعه بلوچستان جنین مردین کشف و کار بکنه هرچو که جامعه که توی ژاپن وقتی جنگ جهانی بیا در واقع بمبای نیوکلیر بمب اتفاق کردن جنین مردین همین چوشان کار کو همین چوت ملک واسطه کار کو هنی ژاپنه نه ما باید هنچو ببین ما علاوه بر این که مبارزه کنیم با در واقع عوامل خارجی ما باید وقت تو که هم سنت هایی که دست پاگیرن سنت هایی که باعث من که جنین و مردین چه بار زحمت رو دیگه کم کنه مصرف گرایی رو دیگه کم بکنه باید ما سمت حرکت کنیم که با یه درک و یه آگاهی برسیم هنی وحدی که ما باید رو ملکا عرض بکنیم ما باید ملکا بسازیم و سنت های دست پاگیر باید یه ملکا چه اصلاح ببن و 100% سنت های دست پاگیر می بازن و
روی کرده که هنی ما را نسبت به جامعه بلوچستان هک یه تواری که هر روز مردی مات جنین وقتی جسدان دم بیان ماشینان تو که سوچن چوک سوختبری کنن چوک روان حیابانان سر نندن بیکاری بیپولی فقر فساد چیزایی که په آیگانه چی ناشی از ایشی هن که ملت سر این چوک واپسگرایی به صورت بسیار شدید و سیستماتیک ظلمی که اعمال بیته یه ظلم باید یه جایی استوب ببی یه جایی ما باید حکاچ بگیره یه خبری که من بلوچان که دپاش درکه یه خبر دنیا تو که برسی هنی مزنی نیوز آد که بلوچان در بر لیکه گایم پس شی پیش داری که ما بلوچ که هنی هر جمعه پیدا گایم هر جمعه مترقی شعار هر جمعه مترقیته بیا گایم و آن نشان از شعور بالای فرهنگی که جامعه بلوچستان انی رسته با شعور و فرهنگی ها و الان همه تیمه که جامعه بلوچستان چسب بیو بال بکن و ایشی لزوم حضور با چهره حضور حجاب و حضور بدون حجاب در مجامع سیاسی در صحنه های بین المللی در صحنه های اجتماعی در صحنه های اقتصادی و هنی باز جنی آدمان رشد کرده باز جنی آدمان پیشرفت کرده باز هنی وانوک هسته و یه چیز که هنیگه تو سر در ارتباط جسارت و جورتی که جنی آدم ها کسب کده و تونه یه بران بکنن و تی حقا بلوته و یه شجاعتی که هنی آد که جنینان واسطه تونی مزنیم یه گلدن تایم ببی برای جنینان بلوچ و شما رو من منتوارم که شما من یه تیم دارم یه خبر کتم و بسیار من شما را سپاسگزارم و روچی که یه جمهوری اسلامی و یه آخونده که من ملک سر نشته و من پحکی ایران په بزدگی و په پلاکت کشته به شد کشته په جوانان کشک و اعدام رسته امیده که یه روز بگذن و آزادی و روشنایی ملک تو که ببی و آبادی رو شما بگنده و بیشک بدون حضور جنین هیچ بر یه مقصد پورا نبر واشه من برات که هارم افتخار چه بانو که نادیه عزیز چو محکم یک جنین محکم هوری ما این مسئله پاکستان تو حجاب نہیں اور چیزی کی ایرانی لوٹا میں مسئلے میں آزادی میں حق ہے میں حقوق ہے میں جوانا کرنی بازدگم یا بنزین کشتی کنن که آیا یا کشک باید یا کشکتش به تیر و یا کشک باید کار نی هر اداره شما روید هر ادارات ایران تو روید کمترین کاری هم ببی یکی چایان و مردم نشت بجری بوده نشتن اگه ما استعمار نه تو استعمار معنی چیم پلیس، نیروی انتظامی، مرصاد، سپاه، قدس، بسیج، نیروی فلان، چون نیرو شما یک استانی هرد که محرومی شما یاد ما آب باورک نیستیم تو کار همیشه تبلیغ کنه که بلوچ مواد فروش بلوچ کشن اگه ما مواد فروش مردم کش بتونیم که حال روزگار شونه چوکان نان باورک نیستیم بری ملتی کندو والله مردم دل بروشید ترکی مواد پر چوات افسوس رو که من نیت کانادا تورنتو نشستم ولی دیگه من دست چیده بیمن دست می تواریک شما اتفاقات که ما شما چیز کنیم و دنیای برسی نه بیشتر هیچ تو که سال 98 من ایران تو که هر مسئله پیش آتا اولین جایی که اینترنتش بسته بلوچستان آخرین جایی که پچش بوده بلوچستان یعنی پرچی چون سرکوبش بوده کشتگش ما اصلا نمیشه نفس تنها ملتی تو اشتاق جلوی مزدورای جمهوری اسلامی بلوچ بودن هر روز هر روز دیگه ملت برای استفاده می مبارزات ما شکمی هر جمعه ما فعال دیگه چون ما راهی نیستیم مجبور این جمعه ما فعال بیایم چون مکانی که ما جمع ببینیم ما یک مکانی که جمع ببینیم ما چه واژه‌هایی که ولا هستن دستبندی کنیم کوتاه ما این خونه پایمال مکنه و ما ایشی همیشه یاد بگیرید که تظاهرات تو که یواش ما گیریم انواع اقسام شعاری هایی که مردم خوش فکر بگن فراموش کنی و نه ما بخشی ما وقتی حقای روشی یاد بکنید این من چه واجه دکتر ظفر
तमन्ना करूँ कि हमारा चौथी का पाना बना इंसानी चलें कहना के आज डॉक्टर जफर हमारा मसाले शामिल तोज़ी करते हैं डॉक्टर जफर सरजमीन सर बलोचे मचे गोशदारी ऐसी जावला निवारा है से फिक्र के दा कोशिश तो करके मैं हवा क्रिटिक नवा मतलब यकीन मौजूद लिहाजा इस आवाज़ हमें पाकिस्तान के मान और आइए हमें आलमी अहमियत के हस्ते ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन और हस्ते ऐसा state it was a change अहमियत हम सरपद में के ये दुनिया के हस्ते नेशनल कम्युनिटी और पावर्स आनी हज के स्ट्रगल हस्ते रीजन आनी बारा है नहीं बारा है आयता और अहम इलाका तब मौजूद मसलन शुरू साउथ एशिया सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान state ownership and without national strategy istemari interest money conflict हमारी जरूर बाहर बिता और चंद्रशेखर मां कहना के मां हिंदुस्तान का हमेशा हर चीज पावर के डेमोक्रेसी के अच्छी आइनी किरदार हैं आइनी इंटरेस्ट इससे बाहर यकी वो इक़्तिसादी और तेल राह के हस्ते तमाम रीजन है आप इनके बलूचिस्तान या कुरान इस्लाम के हमारा इंटरनेशनल पावर के कम अज कम 2
दो अंशे चाइना और रशिया आईनी मजनी दिमाग और हर न फकत इलाका था ये ग्वादर और बारे पोर्ट था इक्तिसादी के पोर्ट जवाब लिखना इस तरह नहीं कंट्रोल करी हर कोई मुल्क चाइना और रशिया वादे हर जगह मौजूदा हालत जंग के सूरत जाके चाइना और रशिया मछली मौजूद है मसले कॉन्फ्लिक्ट आई तजाद वो वेस्टर्न पावर्स आस्तान वो बरतानिया आस्तान फ्रांस जर्मनी आस्तान तमाम यहाँ तक के एज अ स्टैंडर्ड दी माइचू पर्चा वो या अंदा गेश गाप कना पहले माउशा किया बाहरी मस्तरे में फकत तिजारत वास्ता फकत ऑयल वास्ता या इकोनॉमिक अगर ये 20 साल 25 साल कनते ये मजनी बलूचिस्तान से अवल कर लाजिम चेक मखलूक और ये करने के दूसरी इम्पोर्टेंट हमें नुकता के ये कॉलोनियल पावर से ईरान और ईरान वो हिंदुस्तान से इशा के अलावा ये गिरता है माना पठान तेहरान और सर ये इंटरेस्ट और अल्लाह से इस्तेमाल के इंग्रेजा का गिरतगा IHC उसमें लाइन माया बशन दे वादे के आदमी आर्टिफिशियल तकसीम वो एक्चुअली रन हिसाब आचे मौजूदा सियासत कॉलोनीज और के हस्ते दो आईनी दरमान बरतानिया और रशिया या बाद तमाम के भी के भी मेहराब खान शहीद हुई एग्रीमेंट और शिकस्त का को नागाजन के हवाई चीज आईनी बाज बजने या कुमक के दा रजा शायद एक भी तो बाज इन बच्चे हम बम्बार्टमेंट नतीजा है जनबिता के हमारे के बाज मजने वो जो शांत है कि तबिस्ता शुता खलास बिता ये तो मजने प्रोशी हुआ ब्रिटिश पायलट्स और तैयारी नतीजा डिपार्टमेंट बिता आइए अरग वास्ता बलूचिस्तान इस्तेलाई नगीता बच्चा के बलूचिस्तान पानी सलाबित करो वर्ल्ड वार 1 ने में आवाज या के हम बलूचवादी के जो जंग को बड़ा पदा हम
अभी लेटेस्ट हमारे F-16 दिन का था विद पायलट हमारा तैयार है तरबियत में का जदीद और आज ये तैयार दो कि ईरान कि इसराइल में हर चीज़ के जदीद मस्तरी हमें डिफेंस नबी बोर्जा चेका तो जदीद तैयारियों के जरिए बम्बार्टमेंट आई दावे सलाह नबी ये के तकरीबन तमाम के हमें सावा पाकिस्तान था वाले 1891 का निज़ाम अनवी तो बाहरी बलूचिस्तान ईरान था उम्मीद कैसे हैं ये ब्रिटिश नाम दाते और वो अच्छे पार्टी के पाकिस्तान 1947 अरबी था चलो हफ्ता ब्रिटिश बलूचिस्तान ऐसे इंडियन कानून एक इंडिया तो था अंग्रेजानी इंडियन एक्ट्स के भीतर कानून है हम ताबे भी था ये बलूचिस्तान और शहर ब्रिटिश अफगानिस्तान रोशता और इस वाले का लाती चीज़ अस्ता के शाना बड़ा वेस्टर्न मुस्लिम गरम हमेशा कैसे या जावत शुरू करें एक सियासी आज सियासी सूत्र आगे दें कि कनेक्टेड इस तरह हज हाकिम तो पाकिस्तान में भी ईरान में भी हमेशा या खास आज़ैनियत कॉलोनाइज नेशन एरा और कंट्रोल आई वास्ता शान हज प्रोग्राम के पंजाब साल या ईरान भी आइडेंटिटी आई वाबस्ता है कि नेशनल आइडेंटिटी बलूची वाबस्ता है आया बलूची जुबान से और बलूची जुबान रोशन की एक जुबान है बलूची जुबान था और ईरान का फारसी है वह बलूची जुबान का Now, 4:50, because the library will close. With material, please use the computer.
इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोर्ट्स आनी डेवलपमेंट और देखिए हज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की भी आई था बुनियादी चीज़ें कि इंसान वती डेवलपमेंट जो यूनाइटेड नेशन चीज़ अच्छा खुशी के या के लाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बाद दिया भले आइए डेवलपमेंट इंडेक्स तक लो है मसलन आइए कल्चरल और एजुकेशन लेवल तक जा मैंने इनका बलूचिस्तान के मकंदे हम इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसका इंडस्ट्रियल आइगुमा हो कल्चरल एजुकेशन लेवल हम तांचे लोन और पाकिस्तान सावा चे मकंदे हिंदुस्तान चतुर्थ के बाद जा दो चीज़ानी वजह ये वादी के तो इक्तिसादी सावा चे हालात नबे तो शाल नबे तो नबे तो वही इकोनॉमिक वक्त कंट्रोल करें और ये सावा चे कैसे तो आज़ादी ये माहौल इजाफा करते लोग इताम और इस्लाम मर्दों के टोटली गुलाम इस्तादी गुलाम है इस्ता चिके इतने बड़ा आई हाल हमें इतने के वी के फ्यूल्स लीडर्स घुमा यानी कि आता हम इंसान आखिरी काम के बहते हैं खलास में बड़ा औदा फकत हम बशकफी ये कैसे होना चाहिए डन या ग्रो या नेशन है या अच्छी इशिया के हिच हक के कानून शामिल है मान एक बाज होगा वाइटा या बात में ऑस्कर नासी जर्मनी के मानव पावर हिटलर फलसफी Iran syarif Jewi kita Yahudi kita manusia saya kamu Inggris serah Rostani kemacian kemes ya ke Iran आइए जवाब देना 1930s to a period of एक विषय एशिया are not derived of specific but of and are excluded from Janin Arendt she notes that even the criminal has the rights. That crime occurs and happens within the given law of the state. Who are commit no crime and as such they are the innocent victims of arbitrary violence. एक चीज़ डन भी आयारा शोभा शरक कास्ता जैक आया हमारे मूवमेंट्स जाहिर करने का सिविल एक सोसाइटी को का एक तरह सिविल राइट्स दल और आज आगे अगर मसलन आइए का आई वास्ता ये कानूनी मौजूद है सभा चाहिए सजा नसी और पता है मैं मार दो मसला के पता है कि precise rights and as such are not respected by fellow human beings carrying its victims of their identity and their death anonymous. Exactly. Rights they say एक ऐसे I shall yeah. He was a genocide. Pakistan
आखिरी मसला वाज़ेह मसला मन कैसे वहाँ है कि वजह मेरे फैमिली से और मन फाइनल कंक्लूजन नेम का पता आयशी के माया ग्लोबल विलेज तानिश्ते माई बात सिचुएशन है मैं सरासरंदा और कैसा इंटरनेशनल सिचुएशन और कैसा नेशनल सिचुएशन का इंटरेस्ट रिलेशनशिप के हवाले ग्लोबल सिचुएशन है और सवाल हमें तमाम आज ये साइट पे ये मुकाम थियोरेटिकली साजी और से साबाची कुछ जानी साबाची मुख्तलिफ कैटेगरी हम बात करें यानी पाकिस्तान और रशिया और कोरिया एक होता है राबिता शनि की शनि US, UK, or Western democracies, Australia. Itu mereka mal इस तरह फैसला देने ने आजाद की जाम डायरेक्शन में मारा यक न यक एग्रीमेंट मसला कायम डायरेक्शन ये जो ना चाहिए कि रशिया को पता विषय के अमेरिका भाषा वाला को ये चीज आस्तानी यकीन करो ये तो काम जवाब और आने का कैसे या डेमोक्रेसी और आप वो कैसे हमारा मसला आज कैसे माइन वास्ते आज मजा नहीं इंटरेस्ट बेस ही जोड़ करते हैं मैं कहा तमाम रास्ता जो मसाइल ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज वाचे में ज्योग्राफी के बाद अरब खलीज और दुबई नेशनल पावर कैसा मैं एक शारे तालुके कि माँ न्यूक्लियर बम न लूटे ईरान हम न्यूक्लियर भले पाकिस्तान के बलूचिस्तान सरजमीन न्यूक्लियर बम हम हमेशा मास डिस्ट्रक्शन के या के नॉर्थ कोरिया मिसाइल और हिंगो या बाज मजने इलाका हिंगो नेशनल या 200 एकड़ पाकिस्तानी एयरफोर्स मखसूस होता फकत हमारा मिसाइल और नोकिंग एरोप्लेन एनएच गिरी और कोरिया की बम गिरी टेस्ट करते आज सेंचुरी हमारे पाकिस्तान तो मैं जमीन जमीन बोर्ड और हर जमीन की पाशकता कॉलोनियल पॉपुलेशन आज ही हर जमीन मसलन मर्दम तो कैसे
مردم کار بڑا اودل یا تتا دار به چی که سیستم گوادر ما گرفتیم گوادر او دا چنگ یک تریشن مانی سیستم او تمام ستایل आणि कल्चर या दूसरों का बाहर देखना हमें तो अच्छा बाहर तो जैसा पता होता है हमें यहाँ पर मैं बलूचिस्तान है कि बड़ा के आगे दुनिया मसला कैसे आगे हंसता तो बलूचिस्तान के साथ ये मसला या ऑक्यूपेशन और कॉलोनियल सिस्टम आज़ादी है और दुमी के हस्ते एग्लूटी कई बार तबलीग और बोगशी पर्चा क्या निभा रहे हैं हम सेक्युलर डेमोक्रेसी ये सेक्युलर ये दुनिया नोके इकोनॉमिक सीज़ास्तान तीतानो टेस्टिंग वाटना बंद या सवाल एक मसलन जो मज़े जागे गए बलूचिस्तान मसली मज़हब है देखिए हमें चीज़ा प्रोपेगेट करने गए कि मसला करें चार मसीद शनाट करें वाश वाले आउदा पुशगें टू द जॉब्स एजुकेशन इक़्तिसादियत वती ये दो चीज़ हमारा ज़ीरक में फ़कत मसीद मुश्किलात को अच्छा है सारी मसीद हमारा सुन्निया नहीं पाकिस्तान तो रियासत है दोस्ते बलूचा पुशगें मस्त रहे पाकिस्तान तो है प्रो बलूची और रियासत के मैं असल नेशनल है और नेशनल सिचुएशन है हमारे मैं तो कैसे बाज और इंटरनेशनल वेस्ट इंटरेस्ट हस्ता जॉइंट मुश्तरका मूवमेंट डेवलप के बाद ये बेकने इश्तिहार बेकने और इंटरनेशनल मीडिया मेहनत ظفار مناطق بلوچ موصل سعود إذا من دكتور إبراهيم یک مبارزه کو شروع کو آئی واسطہ جهودی کو مبارزه‌ای کو آئی که شکایتش کو لگ خداویلش کو آوری جو خونی مسئله جمعه خونی زایمان که جمعه کشتن حالا بیلگیان سیاندازی کو جوان جوانانش کشتن لحظی ما امکانی که بیمار سن برام در آن هاسپیتال رو که که بوده گرانت میشه ابراهیم اما که شما وقتی خرجا چه ये जमहूरी असम्बली की चीज़ नहीं वोट से शिकायत को अभी पुलिस से शाम इरशाद करें शहीद रेगी शहीद लाजी ये मैं अजीज़ा बहुत नाम करेंगे कि हमारा ऑनलाइन था चबान कि हमारा ऑनलाइन चाह रहा बाज देर में कि मैं दर यार बाश درنا یا مردم غلط سپورت ما بعد اتی برای پشت ببین یا اور به مبارزه نبی که درآمد بازگانی دریای بهاش تا چین و یه دیگه شهران سوخ بری و آخری مسئله
وانا که این حق ما را بلوچستان تو کنه تا زمانی که من یادم من زور ما که به بلوچستان ما واقعا نزانیم از زمانی که ما بودیم یک چیز خطرناکی بود کسی بلوچی مانی تو برده بعد بسته و عکس سیاسی و هنچون که واجه یعقوب میرنهاد شهید محمد بدن آیه باور بکنیم و مانی قرار دیدیم واجه بور وکیل چه واشنگتن متاسفانه بود باران نبود که برگ تمامی شما براتان باران که بانوکان اسپندیه دوار امید ما شما که کنفرانس کم بود باز میشه که کنفرانس مغربی ما امیده که دیما تمامی حق شاهی که گوتی تمامی حقوقا پیش ما چه سرنوشتی ما را بدیم نه ما ایرانی نه ما امیدیم که من تشکر کنم بودا سربازی زحمت کشه کرده بانم سارا سوامی بناتان و پشت صحنه باز تشکر و امیدیم که دیمی کنم شما مشبه قدرت بیشتر کنه و شومیتی که مشت محکمی به دهان جمهوری اسلامی به دهان مزدوران به دهان خامنه همیشه مرگ بر خامنه فراموش نکنید تمام جوانانی که در دوزده هر روز چه در خامنه فراموش نکنید الله اکبر ما بر شک نیستیم خامنه سلطنت سی برابری ما بر این ولایت خامنه حیا این ملک ما باید اول حضور خامنه جمهوری اسلامی را ببینیم و اینکه ما وکالت کسی دهیم وکالت ملت بلوچی ما بلوچی ما هستیم نه ما کار رهبری هستیم نه ما و اسلام دین هستیم واجه مولویان کمک کتا باز در حال گفتگش ادامه یاد کنید که واجه نقشبندی پسر چه مسلمان بلوچی هر چه زودتری واجه کتا یک بوی تو ما آخر برنامه کسی سوال هستی که منان از ایدام خبری سوال چیزی هست اون که جلسه بات بکنم بجا سوالی چیزی نیه حبیب گپی چیز را خواست به چه دا پر دو بعد شما این چارگان و امیت بلوچستان سلامت